وقتی که پدر مادر سحر که از تو راضی باشند، دو دروازه از دروازه های جنت برای تو گشاده ایستادگی منتظر تو هستند. و من امسا مثل ذالک، اگر تا بیگه هم که راضی ایستند، رسول الله گفتند اون دروازه ها هم گشاده منتظر این فرزند هستند. و این کان واحدا فواحد، رسول الله گفت اگر یک تش راضی باشد، یک دروازه جنت برای تو گشاده هست. و اگر شخص سحر میخیزد در حالتی که مسخیتا لابویه، پدر و مادر از او راضی نیست، یعنی با او فرزند قهری هستند یا ملال هستند، رسول الله چی گفتند؟ کان له بابان مفتوحان الی النار، دو دروازه از دوزخ برای این فرزند گشاده ایستادگی هست. و من امسا مثل ذالک، اگر تا بیگه این پدر و مادر راضی نشد، اون دروازه های دوزخ برای این فرزند چی هستند؟ گشاده و